میدونید ما چرا اینجاییم؟ برای اینکه با هم دعوا میکنیم. این به اون حرف میزنه، این به اون حرف میزنه، با این مشکلات هم حل نمیشه. با این تئوریایی هم گفته میشه، خیلی از این تو از اول هم داریم این حرفا رو میزنیم، همچنان روز به روز بدتر میکنیم. این وضعیت سفره مردمه که در زمان آقای رئیسی و اینا ببینید روز به روز داره این سفره بدتر شده. این که بیایم بگیم ما بهتر بودیم. من وزیر دولت آقای خاتمی بودم. از نظر اقتصاد و شاخص و عدد رقم برید نگاه کنید ببینید اونجا بیشتر ثبات بوده یا این چیزایی که میگیم. ما چرا به اینجا رسیدیم؟ برای اینکه بیخود با هم دعوا میکنیم، خیال میکنیم ما بهتریم. تا اون شاخصهای علمی و روند رو اولا باید همون از اولم گفتم انسجام درست نشه. آیه اسمی که از اون برادرون میبرن هر کی بیاد ستاده من بنده میپذیرمش برای اینکه میخوام رأی بگیریم. اما آن چیزی رو که بهش عمل میکنیم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و چارچوبایی که باید بریم. این نقطه به اصطلاح خط قرمزی است که ما مراعات میکنیم. در نتیجه مشکل اینه که ما درد مردم رو باید داشته باشیم. تا همین تهران مناطق محروم رو نگاه بکنید وضعیتشون معلومه به چه شکلیه و چه وضعیتی داره و نهایتاً وقتی داریم پولها و منابع رو در جاهایی که پولدار خرج میکنیم، یعنی ما چابهار رو نمیبینیم، یعنی خوزستان رو نمیبینیم، یعنی بلوچستان رو نمیبینیم، سیستان رو نمیبینیم، کردستان رو نمیبینیم. این حرفا رو میذاریم برای اینجاست. اما این که در این تئوری هایی که گفته شده خیلی راه حلا وجود داره. اینا مثلا این بحثو که میکنم من محاسبه کرده بودم راحت نفری 10 میلیون تومان میشه داد. اما این که آیا ما با این روند با مردم چه باید بکنیم، با تورم چه باید بکنیم، با شاخصات چه باید بکنیم، عوارض رو چجوری باید حل بکنیم، این لازمش اول انسجام داخلیه. این دعواها رو باید بذاریم کنار، به یک زبان و نگاه مشترک برسیم، واقعا مردم محروم رو ببینیم. هیچ فرق نمیکنه وقتی اون نقشه رو بهتون نشان دادم بلوچستان و سیستان و چی میگن مشهد و تمام این دور بر این مملکت وضعشون خیلی خرابه. خوزستانی که نفت و گاز و آب از اونجا داره در میاد، امکانات معمولی مدرسه و مشکلات بعدی هم ندارن، زیر ساختار رو ندارن. اگر ما وضعیت رشد و اقتصاد رو، شغل رو درست نکنیم، اگر با دنیا مشکلمون رو حل نکنیم، همین الان روزانه بالای چند هزار میلیارد به خاطر تصمیم‌های ناسواب ما داره از بودجه مملکت هدر میره. نفت ما داره اونا میفروشن، گاز میفروشن در میادین مشترک دارن میبرن و ما نمیتونیم ببریم. شما نگاه کنید قطر رو در چه وضعیتیم، ما در چه وضعیتیم. ما ثروتمندیم ولی چرا مردم ما اینجوری هن؟ ما دقیقاً اگر قانون رو عمل بکنیم باید بازنشستگان رو ببینیم، باید معلمان رو ببینیم، باید طبق قانون با اینا عمل کنیم. خب تو مجلس بودیم چرا طبق قانون عمل نکردیم؟ چرا حقوق اینا رو همه این دولت‌ها، چه دولت شهید روحانی، چه شهید رئیسی، چه دولت روحانی، چرا طبق تورم حقوق اضافه نکردیم؟ بازنشسته الان چی از ما میخوام؟ میگن ما قانونا طبق تورم حقوق منو بدید، چرا نمیدید؟ همین قانون اجرا کنیم، چه برای بازنشسته، چه برای کارگر، چه برای معلم، چه برای اینا. واقعیت هایی است که وجود داره. ما اگر میخوایم مشکل حل بشه اول باید خودمون صادق باشیم با مردم. شعار دادن و از این حرفا گفتن که کار سختی نی. همش به مردم گفتیم ما اله میکنیم، وقتی اومدیم نشد. من نمیخوام بگم تو دولت شهید رئیسی وزیر کشاورزی رو چرا گرفتن؟ چای دفش چرا درست شد؟ چقدر الان دارن کاری میکنن که آدم نمیخواد وارد بشه. ما مشکلمون اختلافات خودمونه و سیاست هایی که با دنیا، دعوای داخلی و حل مشکل خارجی.